امروز اکثریت عالمان با اون عقیده طرفداری میکنند که برای پیشوای ملت شدن یک قطار کارها را باید شخص به سامان رساند. اولا پراکندگی را در دولت برطرف سازد، مردمان را تواند متحد نماید، منفعت های شخصی خود را برطرف کند و منفعت های عمومی را در مد اول قرار دهد و در همه حالت ها کوشش ها به خرج دهد که همین سرحد، همین کشور و همین خلق آسوده و رشد کننده باشد. و همین خصوصیت ها را ما و شما در سیمای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میبینیم، چون که سیمای زیبا، سیمای آریایی، عملی گفتاری به عمل مطابق و در همه حالت آماده بودن برای دستگیری نمودن خلق خود و رشد بخشیدن همه ساحه های خواجگی خلق دلیل گفته ها است و تصدیق اندیشه عالمان می باشد.